و اسماعیل موافق در شب نیمه نهاییش وارد پیست میشه. به دلیل نقص فنی ماشینش تعویض شده و الان با ماشین دیگری ماشاءالله درون پیسته. اینجا کنتر یه ذره سرعت کم کنه، داره تلاشش رو میکنه که بتونه زمان خوبی بزنه و فینال رو از دست. داری که الان همینجوری داریم. ماشاءالله خوبه. توپو بزنی یا با دقت. توپو میزنه و عالیه ماشاءالله. وارد مارپیچ بشکه‌ها میشه اسماعیل موافوریان. شاید اسماعیل سریعتر. از اینجا به بعد در پیست باید یه ذره فکر زمانش باشه که بتونه زمان مناسبی رو ثبت بکنه. ماشاءالله عالی بود. برو پسر. رانندگی اسماعیل موافوریان رو تماشا میکنید. به 4 راه رسید و بعد توپ رو بزنه. برو توپ رو زد مطمئن و با یک دستی باریکلا خارج میشه و اینجا میتونه با سرعت بیشتری زمان رو به نفع خودش کندتر بکنه. تخم گاز رو آماده میشه برای توپ سوم رو مطمئن میزنه و باریکلا عالیه ماشاءالله. ایت رو کامل بکنه. محکم از تویتش باریکلا. دستیش رو میکشه و بیسلاین میکنه و میاد برای آیتم بندیش. یکی دیگه باز حالا یکی دیگه رو رانندگی میکنه باریکلا و با های 360 بیاد خودش رو برسونه به پارکینگ ها و قراره که چالش پارکینگ رو پشت سر بذاره. با یک دستی ماشاءالله عالی بود. باریکلا. خطی وارد میشه. برو سریع میدون میگیره. برو سریع سعی میکنه میدونش رو حفظ بکنه و بدون خطا وارد برو ماشاءالله میجلو باریکلا و میره برای راکبورد اسماعیل موافوریان. درون پارکینگ برو سریع اون رو صاف میکنه و میره که راکبوردش رو داشته باشه. تخت کن. میرسه میدان بعدی که با یک تخت کن دنده 1 به دنده 2 میرسه و بعد ماشاءالله تو ترمزگیری دنده 1 فرسونه و 360 بزنه. ماشاءالله میره بین جرسی‌ها و داره سعی میکنه که زمان مناسبی رو برای خودش ثبت بکنه. باریکلا داره خوب رانندگی میکنه. انصافاً اسماعیل موافوریان بیش از حد انتظار ظاهر شده. شروین واقعا عالی داره میدونه. با این نیست قلقش رو نداره ولی با دستی از چهار آمد بیرون و داره نزدیک میشه به انتهای کارش. اسماعیل موافوریان اینجا جاییه که میتونه برای خودش زمان ذخیره بکنه و با سرعت بیشتری بیاد. ماشاءالله از سمت چپ باشیه وارد میشه که سرعتش گرفته نشه و آیتم آخر یه 360 داره و خودش به خط پایان قراره برسونه. اسماعیل موافوریان دستش رو میکشه رها میکنه و میره برای خط پایان.